بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود را شروع میکنیم چون همیشه تاکید مینماییم که نام الله سبحانه و تعالی شروع کردن در این برکت و فیض است و رحمت الله سبحانه و تعالی شامل بنده میگردد که کارش رو و عملش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نماید. از این خاطر ما هم درس خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. در اینجا قصه نوبتی که ما با همراهی شما از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز مینماییم آغاز اسلام آوردن انصاری ها است. بدء الاسلام الانصار، آغاز اسلام آوردن انصار، یعنی که مردمان مدینه. قال ابن اسحاق میفرماید فلما اراد الله تعالی اظهار دینه، هنگامی که الله سبحانه و تعالی اراده کرد و خواست که دین خود را و پیامبرش را، پیامبر عزیز را پیروزمند بگرداند و او صلی الله علیه و سلم را بر مردم بشناساند و توسط رسول صلی الله علیه و سلم دینش را بر مردم ظاهر بگرداند، در اینجا بود که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در یک موسم حج برآمد و همان موسمی که اولین گروه انصاری ها مردمان یثریب که مدینه منوره در آن سالها یثریب نام داشت به نزد او صلی الله علیه و سلم فرود آمدند. خرج رسول صلی الله علیه و سلم فی موسم الذی لقی فیه نفر من الانصار. پس در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک گروه از انصاری ها از مردم یثریب مدینه که نزد او آمدند صلی الله علیه و سلم، او خود را مثل هر سال دیگر به قبیله های عرب که برای حج ادای حج می آمدند خود را معرفی میکرد صلی الله علیه و سلم، نه که پیامبری خود را بر آنها به مردم حاجیان معرفی میکرد، چون حج مردم پیش از اسلام هم چون در درس گذشته گفتیم معروف مشهور بود، آنها را به سوی اسلام خون دعوت میکرد. در نزد عقبه یک سنگ معروف نزدیکی مینا جای اگر حاجی حج رفته باشند در اینجا مکان مینا مکان معروف است. پس در همین نزد عقبه همین سنگ معروفی که نزد مینا قرار دارد به گروه از قبیله های خزرج رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو شد. آن کسانی که الله سبحانه و تعالی برای آنها نیکی را خواست، برای آنها خوبی را خواست، پیروزی سعادتمندی دنیا و آخرت را برای آنها کتابت کرده بود. و این هنگام که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها واخورد گفت شما کیستید؟ گفتند ما گروه از قبیله های خزرج هستیم. گروه از قبیله های خزرج، نفر من خزرج. و رسول الله گفت که امین موالی الیهود؟ قالوا نعم. از آنها پرسید گفت آیا شما از دوستان همپیمان یهودیان هستید؟ چون این خزرج در آن زمان در مدینه با همراه یهودیان زندگی میکردند با عهد پیمان. گفتن بله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنگام برای آنها گفت آیا با من نمینشینید تا صحبت کنیم و برایتان چیزی رو خبری رو بگویم و برایتان بخوانم؟ گفتن بله. قبول کردند. فجلسوا معه. پس این قوم، این خزرج، این قبیله وفد یک گروه را میگن، همین گروه خزرجی ها نزد او صلی الله علیه و سلم آمدند و نشستند. فدعاهم الی الله. و او صلی الله علیه و سلم این هنگام شروع کرد آنها را به سوی الله، به سوی دین الله دعوت کردن را. فعرض علیهم الاسلام. اسلام را بر آنها پیشنهاد کرد. فتلا علیهم القرآن. و قرآن را بر آنها تلاوت کرد. و قال و گفت و کان مما نصح الله بهم فی الاسلام انه کان ود، ای قبیله ود. دین اسلام را برایشان پیشکش نمود و بر آنها قرآن را هنگامی که تلاوت کرد گفت و آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی در اسلام برایشان انجام داد این بود که قبیله ود، یک از قبیله ها ود، قبیلهشون نامشون ود بود، قبیله ود با آنها در سرزمینشان همسایه بودند، همسایه هم بودند. این قبیله آنها یهودیان یا اهل کتاب بودند و آنها اهل کتاب، آنها دانشمند بودند، یک عالم بودند. و در حالی که اینها یعنی این عرب ها اهل شرک و صاحبان این بت ها بودند، بت پرست بودند، در ظلمات تاریکی های جهل و نادانی بودند و آنها باشد پیشتر بر اینها بر سرزمینشان حمله هم کرده بودند. و هنگامی که میان آنها یعنی یهودیان و عرب های بت پرست، عرب های مشرک اختلاف پیش می آمد، یهودیان این هنگام برای آنها میگفتند، چی میگفتند؟ پیامبر نازل خواهد شد، به نزدیکی پیامبری خواهد آمد و زمانی مبعث او نزدیک است. این یهودیان گفته ایستادند. هنگامی که با این قبیله های عرب جنگ میشد این سخنان را میگفتند و میگفتند که ما از این پیامبری که ما منتظر آن هستیم پیروی میکنیم و با این پیامبر
شما را قتل میکنیم، شما را میکشیم همچون کشتار قبیله های عاد و ایرام، یعنی مثل آنها شما را نابود میسازیم. تهدید میکردن این عرب را هنگامی که با هم جنگ میشدن. میفرماید فلما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم اولئک النفر دعاهم الی الله قال بعضهم لبعض، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را، یعنی اهل یثرب را، اهل مدینه را، بر آنها خطاب کرد، آنها را به سوی الله، به سوی دین اسلام دعوت نمود، بر آنها این آیه های کریمه را تلاوت نمود. بعضی از آنها به بعض دیگر نگاه کردند، تعجب کردند و گفتند یا قوم تعلموا، گفتند ای قوم بدانید، والله انه لنبی الذی، گفت قسم به الله، سوگند به الله، او همان پیامبر است که قبیله ود شما را با آمدن آن وعده داده بودند. این انا همون پیامبر است، چون این اهل مدینه از یهودیانی که در مدینه با همراه اینا همسایه بودند الکیشون دادن این خبرها را و گفتند که پس مبادا دیگران از پذیرفتن او از شما پیشه بگیرند، نباید این فرصت را از دست بدهیم، باید بپذیریم، باید قبول نماییم. و آنها به آن چیزی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آنها را به آن دعوت نمود جواب مثبت دادند، او را یعنی تصدیق کردند و به آن چیزی که رسول الله برای آنها پیشنهاد داده بود از اسلام پذیرفتند. و آنها گفتند ما قوم خود را، اهل یثرب را، مدینه منوره را پشت سر ماندیم و هیچ قومی میانشون به اندازه قوم ما دشمن سخت نیست. و گفتند که یعنی که همین قوم یثرب، مردم یثرب مدینه منوره با قبیله ها با هم به نهایت دشمن بودند، دشمنی میکردند، چون یک مردم جاهلانه هست. و گفتند که شاید الله سبحانه و تعالی با واسطه تو آنها را یک دل بسازد، آنها را متحد بسازد. و گفتند که ما به سوی آنها، به سوی قوم خود برمیگردیم و آنها را به سوی این دین تو ای محمد دعوت میکنیم، همان چیزی رو که از این دین از تو پذیرفتیم آنها را به سوی آن دعوت میکنیم، برایشان این دین رو پیشکش میکنیم، شاید که الله سبحانه و تعالی آنها را با این دین متحد بسازد. و گفتند که و تو عزیزتر از این دین تو دیگر چیز دیگر عزیزتر نیست و نخواهد بود اگر اینها متحد بگردند. ثم انصرفوا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم راجعین الی بلادهم، سپس آنها اهل یثرب هنگام حج خود را به اتمام رسانیدن، همین گروه از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند، به سوی خانه‌های خود، رو به سوی سرزمین خود آوردند، در حالی که با دل ایمان و تصدیق کامل بودند، با اعتقاد باطل آمدن با اعتقاد سلیم و نیکو و خوشحال و راضی برگشتند. فلما قدموا المدینه الی قومهم، هنگامی که این مردم به مدینه نزد قوم خود رسیدند، ذکروا لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، قوم خود را آنها را از رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان یاد کردند، دین او را، راه و روش او را، اخلاق و آداب او را به مردم یثرب رسانیدند. فدعوهم الی الاسلام، این مردم یثرب را به سوی اسلام خواندند، دعوت کردند. حتی فش فیهم، حتی که اسلام در بین مردم یثرب مدینه منتشر شد، پهن شد. هیچ خانه از این خانه های انصاری ها باقی نماند مگر اینکه در آن خانه ذکری رسول الله صلی الله علیه و سلم یادآوری میشد. در هر خانه نام او بود، سخن او بود، دعوت او بود، اخلاق او بود، آداب او بود، رفتار کردار نیکوی او بود. پس این سخن و این نقطه واخوری نخستین رسول الله صلی الله علیه و سلم با گروه انصار از قبیله های خزرج رو اشاره میکند. چه قبیله نیکومنده، چه قبیله سعادتمند و خوشحال و خوشبخته که آنها در موسم حج در مکه صورت گرفت ملاقات آنها و اینها اولین کسانی بودند که نشانه های پیامبری آخر زمان را که یهودیان به آنها خبر میدادند در مدینه شنیده بودند، از او با خبر بودند، ولی که به اهمیت بی‌پروایی میکردند. از همین خاطر بود که آنها وقتی که این رساله پیامبر را شنیدند شناختند و اسلام را پذیرفتند. از همین جا بود که اولین آغاز منتشر شدن اسلام در مدینه منوره در یثرب شروع شد. اینا زمینه بیت العقبه نام گذاشته شد، زمینه بیت العقبه، العقبه الاولى و مصعب ابن عمیر. اکنون در اینجا قصه جالب و جدید نوع دیگر می شود. بیعت اول در عقبه فرستاندن مصعب ابن عمیر حتی اذا کان عام المقبل، میفرماید ابن اسحاق تا آنکه سال آینده در موسم حج از میان انصار مردم یثرب یعنی 12 مرد بر حج حاضر شدند و این مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در این عقبه یعنی جای نزدیکی مینا
مینا یک مکانی بود در مکه. رسول الله را دیدن، با او واخوردن و با رسول الله صلی الله علیه و سلم این 12 نفر از مردان مدینه بیعت کردند. بیعت بر پایه آنچه که قرآن در بیعت زنان ذکر کرده است، که این یادآوری شده است در قرآن. و این آن زمانی بود که هنوز جهاد بر آنها فرض نگشته بود، زمان آن نرسیده بود. قال ابن اسحاق میگوید ان عبادة ابن الصامت قال، از عبادة ابن الصامت رضی الله عنه روایت است که گفت كنت فی من حضر عقبة الاولى، میگوید من از اولین آن مردمی بودم که در همین عقبه واخوردم، در آنجا حاضر کردم. میگوید من در آن کسانی بودم که در بیعت اول در عقبه حاضر بودم. ما 12 مرد بودیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم در این نزدیکی مینا در اینجا بیعت کردیم بر پیمانی بیعت زنان، یعنی پیش از فرض شدن جهاد بر آن که الله سبحانه و تعالی مردم به سوی حج می رفتن، در اینجا واخری آنها اهل مدینه با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. اینکه به الله سبحانه و تعالی هیچ کسی را شریک قرار ندهیم، نقطه خیلی مهم است، نقطه خیلی ارزشمندی است. نه که اولین اسلام آنها چی بود؟ به الله هیچ کسی را شریک قرار ندهیم. این نقطه مهمترینی است که هر کسی که میخواد اسلام داخل شود باید براءت بجوید از هر کفر و شرک و از هر طاغوت. و الله این نقطه را در سوره بقره 256 ذکر کرده است. کسی که بر طاغوت کفر می‌ورزد سپس بر الله ایمان می‌آورد و درست که به یک ریسمان مستحکم چنگ زده است. پس اساس اسلام آن همین است، کفر بر طاغوت سپس بر ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی. پس بیعت اولین آنها چی بود؟ که به الله سبحانه و تعالی هیچ کس و هیچ چیزی را شریک قرار ندهیم، سپس دزدی نکنیم، گناهان بزرگ کبایر، زنا نورزیم. خوب دقت بدهید، این چیزهایی هستند که باید اساس دین شما، باید اینا را شما بیاموزید، بفهمید و از اینا دوری بجوید. و فرزندان خود رو هم نکشیم، چون دوران پیش از جاهلیت اگر که دختر به دنیا من از عارشانه، از بیعاریشانه آنها را زنده در خاک میکردند. و دیگر نقطه در اینجا بیعت آنها تهمت نکنیم، تهمت نورزیم. امروز هم تهمت در بین مردم چگونه زیاد است. هر کسی رو هر سخن میگویند در حقش. از الله نمیترسه مردم. باید سبب منتشر شدن گناه و فساد مردم بگردیم. اگر میتونیم کمک خیر برسونیم پس بکنیم، اگر نمیتونیم عقب بنشینیم و دیگر که بگذاریم. و اینکه او صلی الله علیه و سلم را در کار نیک اطاعت کنیم. این تمام امور پیامبر صلی الله علیه و این نیک بود، چه امرهایش چه نهیهایش. این بود بیعت اول 12 نفر. و اگر بر این وفا کنیم، بر این عهدی که با پیامبر بستیم، اگر ما با این وفا کنیم، برای شما جنت است. رسول صلی الله علیه و برای آنها گفتند همین عهدی که اگر شما کردید، اگر با همین عهد خود اگر بیستید، البته که باششگاه شما جنت خواهد بود. و اگر چیزی از این بیعت را شما شکستید، اگر شما شکستید، کار شما با الله سبحانه و تعالی واگذار کرده می شود. سزای شما در نزد الله سبحانه و تعالی است. هرگاه بخواهد الله سبحانه و تعالی با این بیعت شکستتان شما را عذاب می کند و هرگاه بخواهد شما را می بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله جز شرک هر چیزی را می بخشد اگر بخواهد، از برای هر کسی بخواهد. ولیکن اگر انسان با شرک اگر که به توبه گذشت، دیگر برای بخشش نیست. قال ابن اسحاق، صفات ابن اسحاق میگوید که فلما انصرف عنه قوم بعث رسول صلی الله علیه و سلم معه مصعب بن عمیر. ابن اسحاق میگه که چون آن گروه از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگشتند، او صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمیر را با آنها فرستانید و به این مصعب ابن عمیر سفارش های داد که قرآن را بر آنها بخواند، قرآن را بر آنها تعلیم بدهد، اسلام را بر آنها بیاموزاند و در دین الله آنها را فقیه بگرداند، که فهم و درک دین را برای آنها تعلیم بدهد. از این پس بود که او در مدینه با قاری مدینه خواننده مدینه معروف و مشهور شد، این مصعب ابن عمیر. و قرارهای مصعب ابن عمیر در خانه اسد ابن زراره در خانه وی قرار می گرفتند. و این حادثه در سال 12 از بعثت، یعنی تقریبا 1 سال قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این حادثه، این بیعت و فرستادن مصعب بر مدینه به حیث یک دعوتگر رخ داده بود. و این را بیعت العقبه الاولی میگویند، یعنی بیعت اولین بیعتی که مردم از پیامبر گرفتند. چون یک بیان کردم در این
بیعت هنوز اجازه جنگیدن داده نشده بود، چون ضعیف بودن، ناتوان بودن. و این معنا وادار می‌سازد که انسان اولین چیزی که باید در حیاتش بیاموزد این توحید است و اخلاق است و اساس ایمان است، شاخه‌های اسلام و ایمان. مصعب ابن عمیر جوان قریشی از نخستین مسلمانان و اولین مسلمان و دعوتگر به سوی مدینه در مدینه منوره تبدیل یافت. از جوان، یک دعوتگر جوان. از این قسمت عبرت می شود که نوباسه از این که انسان کوچک است یا که بزرگ است و می تواند در روی الله سبحانه و تعالی خدمت نماید، اما علم را بیاموزد، سپس به علم نه، با دعوت نرمش، با حکمت‌هایش مردم آن را به سوی اسلام خواندند، دعوت کردند. سپس بیعت دوم، عقبه الثانی، بیعت دوم و سپس هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلام راهش باز شدن گرفت. در اینجا اسلام و سعید ابن معاذ و اسید ابن حضیر. ابن اسحاق شروع میکنه در اینجا و ابن هشام اسلام آوردن سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر این دو شخصیت را. قال ابن اسحاق میفرماید که حدثني عبید الله ابن مغیره و عبدالله ابن ابی بکر ان اسعد، این که میفرماید که ابن اسحاق که عبید الله ابن مغیره و عبدالله ابن ابی بکر به من حدیث گفتند، سخن گفتند که اسد ابن زراره با مصعب ابن عمیر بیرون شدند تا او را با خانه بنی عبدالاشحل به خانه بنی ظرف ببرند و سعد ابن معاذ باشد پسر خاله، یکی از جن مادری او باغ‌های بنی زفر شدند. همین سعد ابن معاذ پسر خاله از جن مادریش، پسر خاله اسد ابن زراره بود و آن دو داخل یک باغ‌های بنی زفر شدند، همین هر دویشان، سعد قبطی اسعد. و در آن روی چاهی که چاه مریق نام داشت، به نام مریق، آنجا نشستند و گروهی از آنهایی که ایمان آورده بودند در آنجا هم جمع شدند، نزد آنها جمع شدند. در آنجا سعد ابن معاذ و عبید ابن حضیر سران قوم خود بودند، سرداران قوم خود بودند از قبیله بنی عبدالاشحد، هر دوشان از همین قبیله بودند و هر دو اینها هنوز هم اما اسلام را نپذیرفته بودند، مسلمان نبودند، در دین شرک و کفر و ضلالت بودند. وقتی شنیدند که اسعد و مصعب به محله آنها آمدند، هر دو این نفر به محله آنها آمدند، سعد ابن اسید گفت لا ابالک، نه پدرت بر تو. همین سخن را گفت، یعنی عباره عربی است، اگه عباره عبارت برای تاکید سخن، یک سخن تاکید کردن، و گفت که بیرو نزد این دو مرد که به محله ما آمدند، نزد اینها بیرو، نزد این دو برو که تا صدقان ما گمراه نسازن مردم رو، یعنی که صد راه دعوت اینها بشو، یعنی به این معنا، و نزد اینها بیرو و اینها را سرزنش کن و از آمدن و از خانه های ما اینها را بازدار، نگذارشون. و فرمود که اگر اسد ابن زراره اگر خیشیمن است، پسر خاله‌ام است، اگر پسر خاله‌ام نمی بود و تو میدونی جایگاهی وی رو در نزد من، پسر خاله هستن و چیز و قدر و منزلت بین هم دارند، من خود این کارو میکردم. یعنی که اگر وی قدر و منزلتی که در نزد من دارد، اگر این قدر و منزلت او در نزد من نمی بود، من خود این کارو انجام میدادم بر او شخص، یعنی بر اون پسر خاله‌اش، ولی به سبب خیشی به او دست نمیزنم، دست دراز نمیکنم. پس اسید ابن حضیر نیزه خود رو گرفت و با سوی آنها رفت. چون اسعد ابن زراره او را دید، به مصعب ابن عمیر گفت این راهبری قومش به نزد شما آمد، و درباره این راهبری قوم راست باش با او، یعنی با اخلاص دعوتش کن، پندش بده. مصعب گفت اگر نشیند با او حتما سخن میگویم، با او حتما صحبت میکنم، این سردار قوم. سپس اسید نزد آنها رسید و هنگام آمدنش با خشم سخن گفت. وقتی که به آنها رسید، با آنها با خشم سخن گفت، زشت سخن گفت، آنها را تهدید کرد، سخنها گفت. و این رویداد در مدینه منوره پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق یافته بود. این کارها حالا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه قرار دارد، البته مصعب آمده است با گروهی از این انصاری ها در اینجا دعوت خود را شروع کردند و هنگامی که این سرداران قبیله فهمیدن که مصعب آمده است در اینجا، البته اونها خواستن پیشگیری نمایند، نگذارن. وقتی که مصعب ابن عمیر با اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنجا فرستاده شد تا مردم را به سوی اسلام دعوت نماید و مردم را با اسلام را بر آنها بیاموزاند، اسعد ابن زراره در دعوت مردم به اسلام بر وی کمک میکرد. و هنگام همین سفر، همین ملاقات با اسید ابن حضیر و بعداً با سعد ابن معاذ سبب شد که هر دو
از بزرگان این قبیله شخصیت‌های انصاری بزرگ هر دو اینها اسلام آوردن و با اسلام وارد شدند و آنها اکثر قبیله‌های بنی عبدالاشهد از مسلمانان قرار گرفتند. و اینجا این قصه از این سعد ابن معاذ و مصعب ابن عمیر یک قصه عالی دعوت با اخلاق و با حکمت و با آرامی قرار میگیرد. مصعب اولین گوش داد سخن وی را. وقتی به نزدش آمدن در آن نزد چاه نشسته بودند اولین به سخن وی گوش داد. سپس با آرامی او را نصیحت و دعوت کرد و اون بر وی قرآن خواند. وقتی قرآن را بر وی تلاوت کرد سبب آرامش او گشت، سبب تغییر یافتن قلب او گشت. آتش دلش خاموش گشت و گفت قال ما جاء بكم الینا. پس اسید ابن حضیر گفت برای چی به نزد ما آمدید و برای چی سادگان ما را گمراه میکنید؟ پیش از اسلامش از ما دور شوید، از جان خود احتیاط شوید، که به حیث تهدید که دعوت نکنید از اینجا برایید به خاطر حمایت نفس خود، جان خود. مصعب به او گفت اگر بنشینی و گوش کنی چی میپنداری؟ یعنی که بیا بنشین کمی سخن ما رو گوش بده، ما چی میگوییم، به سوی چی دعوت مینماییم. خوشت اومد پذیر، خوشت ناآمد اختیار داری. اگر این چیز برایت پسند بیاید آن را قبول کن و اگر خوشت نآید، ناپسند آید، ما از تو آنچه پسند نمی آید باز می‌داریم خود را، سبب عذر تو نمیگردیم. اسید گفت راست گفتی، این عدالت است، بگذار گوش میدهم چی میگویی. این هنگام اسید نیزه‌اش را که بر خود گرفته بود به زمین شناند و زمین گذاشت و نزد این دو نشست. مصعب او را به سوی اسلام دعوت کرد و برایش قرآن خواند. چنان که روایت شده است اسعد به آنهایی که با او بودند گفتند سوگند به الله ما در چهره او نشانه‌های ایمان را شناختیم. وقتی که مصعب او را به سوی اسلام دعوت کرد گوش کرد، قرآن گوش کرد. چی گفتند اینها؟ یک گروه جمع شدگی گفتند سوگند به الله، قسم به الله ما در چهره او نشانه‌های ایمان را شناختیم. پیش از آن که سخنش به پایان برسد یک شکوفی را در چهرهش دیدیم، یک ملایمی را در رفتار در گفتارش دیدیم، مشاهده کردیم. آنگاه اسید گفت این چی سخن نیک و زیبایی است، چگونه از این سخن نیکو و زیبا چگونه میتوان روی گردانید؟ چی سخن زیبا و نیکویی است؟ و فرمود که اگر کسی که بخواهد که به این دین درآید چی باید کند، چیکار کند؟ چگونه به این دین کسی بخواهد بدارد باید چیکار انجام بدهد؟ آنها گفتند که غسل میکنی و خود را پاک میسازی، لباست را هم پاک لباس پاک میپوشی و آنگاه شهادت بر حق را میدهی. یعنی شهادت کلمه لا اله الا الله، شهادتین را و محمد رسول الله را میگویی. یعنی شهادت بر لا اله الا الله و محمد رسول صلی الله علیه و سلم. سپس نماز را بگذاری، نماز را ادا نمایی، چون بعد شهادتین مهمترین اساسناکترین پایه‌های دین این نماز است. اگر انسان در روز هزارها بار اگر لا اله الا الله بگوید نماز نخواند و نماز برای وی کلمه لا اله الا برای فایده نمیدهد. برای همین مراقب نماز خود باشیم. دومین نقطه‌ای که ذکر کرد گفت نماز را بگذاری. و این هنگامی که اسید برخاست، این سردار قبیله، این مرد نیکو غسل کرد، لباسهایش را رفته پاک کرد و این شهادت حق را بر زبان راند و 2 رکعت نماز خواند. سپس به آنها گفت که پس از من مردی هست، یک مرد دیگری هم هست. پس از من مردی هست که اگر او از شما پیروی کند هیچ یکی از قومش و از پیروی او باز نمی‌دارد. اگر این مرد شما سبب هدایتش بگردید همه قوم، همه این قبیله به شما اسلام میارد. مردی که سخنش ارزشمند است. و اسید گفتی من حال او را به نزد شما میفرستم. و او سعد ابن معاذ است و او مرد سردار قبیله سعد ابن معاذ است. و سپس نیزه‌اش را گرفت و اسید به نزد سعد به نزد قومش برگشت و آنها در یک محفل نشسته بودند. چون سعد ابن معاذ دید که اسید برمیگردد گفت سوگند به الله اسید به چهره برگشت که دیگرگونه است. از چهرهش الکی که شناختند که همین اسید دیگرگون شده است. در آن محفل هنگامی که با اسید واخوردند گفت سوگند به الله چهره اسید برگشته است، دیگر شده است از آن که در نزد ما قرار داشت. وقتی اسید نزد محفل آمد به سعد گفت چی کردی، چی شد؟ و این لحظه که از رویدادهای زیباترین آغاز دعوت به سوی مدینه است. زیباترین رویدادهای آغاز دعوت است. مصعب ابن عمیر نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم با آرامی، با منطق، با زیباترین سخن اسید ابن حضیر را به اسلام دعوت کرد. اسید که سرور قوم بود با شنیدن قرآن و نگاه به چهره مصعب و اسعد حقیقت را فهمید و فوراً اسلام آورد، مسلمان شد. و او همون دم همون لحظه برای جلب راهبر دیگری که این راهبر نیکویی که
اگر گفت که اگر اون اسلام بیارد همه قبیله از او پیروی مینماید، درحال چه کرد؟ خیر رو برای این کس خواست. برای همین اگر انسان اسلام را خوب بفهمد، برای دیگران میخواد که اینو بفهماند، برای دیگران این رو برساند، خودش تنها نمیموند بلکه به دیگران هم این رو چیکار مینماید؟ به دیگران هم این رو میرساند. و او همان دم در همان لحظه برای جلب نمودن رهبر دیگر سعد ابن معاذ قدم گذاشت و پس از اسلام آوردن سعد تمام قبیله بنی عبدالاشحل وارد اسلام شدند. همه قبیله اسلام آوردند. بسیار زیبا است. قدم‌های اولین اسلام در مدینه منوره یک شکوفی دانش و اسلام با سخن پاک این معاذ و همچنین دعوتگر رسول الله صلی الله علیه و سلم، این دعوتگر مبارک که رسول الله او را مصعب را بر این مدینه منوره روان کرده بود رضی الله عنهم، در اینجا اسلام الکی منتشر شدن و پهن شدن گرفت. قال کلمت رجلین فوالله ما رأیت بهما بأسا، گفت من با آن دو مرد سخن گفتم، با آن دو سردار، قسم به الله، سوگند به الله که در آنها هیچ عیبی ندیدم، هیچ کمبودی در آنها ندیدم و آنها را از کار باز داشتم، ولی آنها گفتند ما هر چی را که تو دوست داری انجام میدهیم، هر چی که تو دوست داری ما اون کار انجام میدهیم. اما میگه که به من خبر رسید که بنی حارثه، یک قبیله دیگری بنی حارثه بر اومدند تا نزد اسعد ابن زراره تا او را بکشند. برای کشتن بنی حارثه بر اومدند تا که اسعد ابن زراره را بکشند، زیرا فهمیدند که او پسر خاله توست، پسر خاله بودند که دو نفر، و تو را شرمنده بسازند. پس سعد در این هنگام با خشم برخاست و شتاب کرد و از آنچه که درباره بنی حارثه شنیده بود ترسید. سپس نیزه حربیش رو گرفت، جنگیش رو گرفت و از دست او گرفته و گفت به الله سوگند که من نمی بینم که تو چیزی رو پیش برده باشی، که فایده نکردی، یگام چیز فایده نکرده باشی. سپس بر اومد تا نزد آن دو رفت. وقتی که سعد آن دو نفر رو در حالت آرامی و اطمینان دید، آرامی شیفتگی هستند و اطمینان کامل دارن که اسید ابن خدیر تنها میخواستند که تا از او نیز سخن آنها رو بشنود و در نزد آنها هنگامی که رفت در نزد آنها ایستاد، با خشم با آنها سخن گفت و به اسعد بن زراره گفت ای ابو امامه، لقبش ابو امامه بود، به الله سوگند اگر میانی من و تو رابطه خویش و تباری نمی بود هرگز جرأت نمی کردی که این کارا درباره من انجام بدهی. آیا به نظم آیه در خانه های ما با چیزی که ما آن را بد می‌داریم بد می‌بینیم؟ یعنی چون پیش از این اسعد ابن زراره به مصعب ابن عمیر گفته بود که ای مصعب به الله سوگند به سوی تو آمدم، گفت قسم به الله سوگند به سوی تو آمد سردار قوم خود، سردار قوم به سوی تو آمد که از تو پیروی تو را بکند و گفت که این دو سردار قبیله که هست، اگر این دو سردار قبیله قومش از آنها عقب نشینی نمیکنن، یعنی اگر اینا بپذیرن قومش هم همشون اسلام میپذیرد. مصعب در این هنگام بر او گفت آیا مینشینی و میشنوی سخنم را؟ یکی میخواست دعوت نماید. اگر سخن را تو پسند کردی قبول کردی آن را قبول کنی قبول کن، اگر خوشت نآمد ما از آن چیزی که نمیخوای بر تو نمیگوییم. و سعد گفت در این هم عدالت کردی، اینکه این سخن تو سخن عادلانه است، مثل پیشتر، اینکه سبب اسلام آوردنشون. و اینجا اولین دعوت اسلام در مدینه منوره است، وقتی که مصعب ابن عمیر رضی الله عنه با اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تبلیغ به مدینه منوره فرستاده شد، اسعد ابن زراره او را قبول کرد، او را پذیرفت و این واخوری او سبب اسلام آوردن سعد ابن معاذ رضی الله عنه شد، سردار قبیله، که بعداً با سبب اسلام آوردن سعد ابن معاذ رضی الله عنه تمام قوم او اسلام آوردن، قبول کردند. ثم رکز الحربة و جلس فعرض علیه الاسلام و قرأ علیه القرآن. میفرماید که سپس سعد نیزه حربی خود را نیزه‌اش را به زمین گذاشت و نشست. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه اسلام را به او پیشنهاد کرد و برایش قرآن را خواند. آنها مصعب و اسعد گفتند، هر دویشان، اسعد هم اسلام آوردگی بود و اسعد که اسلام آوردگی بود میخواست که سعد هم اسلام بیارد، سعد بن معاذ، و گفت به الله قسم، سوگند به الله، ما پیش از آن که سخن بگوید، پیش از آن که سعد سخن بگوید اسلام رو بر او حتما اول باید بشناسونیم اسلام رو بر او. از روی روشنی و آرامی چهره اسعد، سعد گفت اگر شما مسلمان شوید و به آن دین محمد داخل شوید چی باید کرد؟ چیکار کنیم؟ یعنی آنها گفتند
مصعب و اسعد غسل میکنی پاک میشوی و لباست رو پاک میکنی سپس شهادت حق رو میدی و 2 رکعت نماز میگذاری چون این هنگام نماز 2 رکعت بود نماز 2 رکعت بود سپس در این هنگام سعد برخاست و غسل کرد و لباسش رو پاک نمود و شهادت را داد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و 2 رکعت نماز خواند سپس نیزه‌اش را گرفت و همراهی اسید ابن خدیر با سعی مجلس قوم خود روانه شدند قوم خود را به سوی مجلس دعوت نمودند و به سوی آنها رفتند به سوی قوم خود رفتند وقتی که قوم‌هایشان آنها را از دور دیدن هر دوی آنها را گفتند به الله سوگند صد به چهره دیگر برمیگردد شناختند از چهره‌اش نه با همان چهره‌ای که رفته بود وقتی نزد آنها آمد گفت ای فرزندان عبدالاشحل شما درباره من چی اندیشه دارید از قومش پرسید شما درباره من چی اندیشه دارید سعد گفت چی فکر دارید گفتند تو سرور مایی چون راهبر بود کو سرور بود تو سرور راهبر مایی تو پیوند کننده مایی بهترین مایی در عقل در اندیشه هوشترین مایی و از میان مایی قومش به سوی سعد این گونه گفتند و گفت پس از همین ساعت سخن مردان و زنان شما برای من حرام است از همین ساعت سخنان مردان شما و زنان شما برای من حرام است یکی با شما سخن نمیگویم دیگر برای خود حرام کردم سخن گفتن را به مردان بر همه شما با مردان به زمان تا آن دمی که شما با الله و رسولش ایمان بیاورید واسه قومش گفت آنها گفتند به الله سوگند حتی شام نشده تا اینکه در خانه بنی عبدالاشعث یک مرد و یک زن باقی نماند مگر اینکه همه‌شان اسلام آوردند در یک روز حتی شام نرسیده سپس اسعد ابن زراره و مصعب ابن عمیر به خانه اسعد برگشتند و در آنجا قرار گرفتند و مردم را به سوی اسلام دعوت میکردند تا آنکه در میان انصاری ها خانه نماند مگر اینکه در آن خانه مردم و زنان آنها مسلمان شده بودند پس این واقعه این دعوت نشان میدهد که اسلام چگونه با اخلاق نیکو سخنان حکیمانه پهن شد و اسلام آوردن یک شخص با احترام با اعتماد که سخنش میگذرد سعد ابن معاذ رضی الله عنه سبب مسلمان شدن تمام قبیله‌اش گشت و سپس عقبه ثانیه در باب بیعت دوم عقبه بیعت دوم ابن اسحاق میگوید که بعد از آنکه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه به مکه برگشت بعد اسلام آنها مصعب به مکه برگشت از میان انصار آنهایی که مسلمان شده بودند با حاجیان از قوم خود که هنوز مشرک بودند برای موسم حج به مکه برآمدند از برای موسم حج در میان انصاری ها آنهایی که مسلمان شده بودند با حاجیان از قوم خود که هنوز مسلمان نشده بودند مشرک بودند برای موسم حج به حج آمدند مسلمان ها با این حاجیان وقتی که اینها به مکه مکرمه رسیدند با رسول الله صلی الله علیه و سلم برای واخوری در نزد عقبه در یکی از روزهای میانه ایام تشریق یعنی روزهای پس از عید قربانی جمع شدند و همه این آن وقت رخ داد که الله متعال برای آنها آنچه را میخواست آماده گردانید به خاطر یک امر خاصه به خاطر یاری رساندن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر عزت دادن اسلام و اهل اسلام و خاری ساختن شرک و اهل شرک این بیعت دوم در اینجا شروع شد ابن اسحاق میگوید که کعب ابن مالک گفته است وقتی که ما از حج با پیام رساندیم و شب فرا رسید که با رسول الله صلی الله علیه و سلم واخوری را تشکیل دادیم آن شب با قوم خود در خیمه هایشان خوابیدیم خواب کردیم یعنی در اون خیمه ها و هنگامی که سه شب ما آرامانه یعنی که سه شب گذشت ما آرامانه از خیمه ها بر اومدیم چگونه که میگه که یک پرنده بیابانی است پنهان حرکت میکنه پرنده های فعلا در بیابان هم میگن اصلا پنهان حرکت میکنن تا که ما رو کسی نبیند از قریش تا آنکه در آن شیب یعنی در آن وادی کوه نزد عقبه جمع شدیم آنجایی که وعدهگاهی بود که در آنجا باید صحابگان کرام همه به نزد پیامبر جمع شوند از برای بیعت دوم جمع شدیم میفرماید که شماره ما 73 مرد بود بلکه 73 مرد شماره ما و با همراه این 73 مرد 2 زن مبارک دیگر نیز بودند 2 زن همگی 75 نفر و این شب یکی از بزرگترین شب‌های تاریخ اسلام قرار گرفت 73 مرد و 2 زن از انصار با دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند برای بیعت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حمایت او صلی الله علیه و سلم مثل اینه که چگونه که از خودشان دفاع می‌نمایند از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دفاع کنند و این بیعتی که در اینجا قرار گرفت اساس هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مدینه منوره و تشکیل اولین دولت اسلامی گردید این بیعت 73 نفره بود 2 زن قال فاجتمعنا فی الشعب ننتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که کعب ابن مالک
که ما در این وادی عقبه جمع شدیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم را انتظار بودیم تا آنکه رسول الله آمد و با ایشان با عمکش عباس ابن عبدالمطلب هم با همراه آنها بود. اما عباس آن وقت هنوز هم در دین قوم خود بود که مشرک بود، اسلام نبود، در شرک بود، ولی دوست داشت که در این ملاقات حاضر شود، چون عمکش بود، میخواست در این ملاقات حاضر شود و بشنود چی میشنود و برای جیانش یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم اطمینان و کفالت بگیرد. اطمینان پیدا نماید، کفالت بگیرد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، اولین کسی که سخن گفت عباس بن عبدالمطلب بود و او گفت ای گروه خزرج، روایت کننده گفته است ای گروه خزرج، عرب ها تمام گروه انصار را هم خزرج و هم اوس به نام خزرج یاد میکردند، میشناختند، یاد میکردند. محمد صلی الله علیه و سلم از ما هست و شما میدونید که ما او را تا حال از جانب قومش محافظت میکنیم و محافظت کردیم. محمد صلی الله علیه و سلم را عباس گفته است. گرچه که بسیاری از قوممان درباره او مانند ما فکر نمیکنند، که ضد او صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی به او ایمان نمیآورند، ولی او یعنی که محمد صلی الله علیه و سلم در میان قومش عزیز است. بدونید این را عباس گفته است که هنوز اسلام را نیاورده است. گرچه که بر محمد مخالف هستند، در دین او نیستند، ولی او در میان قومش عزیز است. در شهر خود در محافظت قرار دارد، اما او صلی الله علیه و سلم اکنون میخواهد از ما جدا شود و به سوی شما به مدینه منوره برود. اگر شما واقعا بر او وفادار هستید، از او دفاع میکنید و چیزی که شما را محمد به سوی آن میخواند او را قبول دارید و محمد را از دشمنانشان محافظت میکنید، پس این مسئولیت شماست. عباس گفته است و الله شما را در این کار موفق بگرداند. گفت باز اما گفت که در دام که اگر شما میترسید که بعد از آمدن او به نزد شما او را تنها میگذارید و کمکش نمیکنید، پس بهتر است و خوبتر و نیکوتر است که همینجا او را ترک کنید، بگذاریدش. و خاطر آنکه حال او صلی الله علیه و سلم میان قوم خود با عزت است، محافظت میشود. این هنگام بود که این انصاری هایی که در آنجا قرار داشتند در این بیعت ما گفتیم ای عباس، ما سخن تو را شنیدیم، اکنون بگذار رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن بگذارد. سخن رو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذاریم و گفتند ای رسول الله، برای خود و برای پروردگارت هر چی میخواهی بگیر، یعنی هر شرط داره ای رسول الله بر ما بگو، بر ما چی گفتنی داری بگو، بر ما گوش میاندازیم. انصارها گفته ایستادند و این سخن عباس رضی الله عنه که پیش از آن که گفته شد، پیش از آن که او مسلمان شود، ولی او با وجود این شرکش از جهت خویش و تباریش میخواست که جیانش با کفالت به مدینه برود، به کفالت به مدینه نرود. و عباس مردم را به اندیشیدن، به فکر اندیشه دعوت کرد تا بدونن که قبول کردن پیامبر صلی الله علیه و آله معنای جنگ با تمام عرب و حمایت از اسلام را دارد. وقتی که شما او را قبول کردید بر دیار خود، بر مکان خود، بدونید که شما شمشیر برداشتید به تمام این عرب و از اسلام باید با دندانهای خود دفاع نمایید. و این هنگام انصار گفتند که ما آماده ایم. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم با همه این انصاری ها سخن گفت و این شرط های بیعت که در بالا ذکر کردیم گفته شد، از جمله دفاع از او صلی الله علیه و سلم، دفاع از دین او صلی الله علیه و سلم. قال تکلم رسول صلی الله علیه و سلم، گفت پس پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به سخن آمد و سخن گفت و قرآن را تلاوت کرد در بین آنها و مردم را به سوی الله دعوت کرد و به اسلام ترغیب نمود. سپس گفت من به شما بیعت میدهم، یک پیشنهاد میدهم که شما من را حمایت کنید در آن چیزی که خود را حفظ حمایت مینامید، من را در آن حفظ حمایت نمایید، در مردان، در زنان، در فرزندانتان، چگونه که از مردان از دیگر، از زنان از فرزندان خود دفاع مینامید، از من همین گونه دفاع مینامید. و سپس این هنگام بود که برای از دست پیامبر گرفت، از دست پیامبر به طور افتخاری، نه که افتخار کنان، از دست او صلی الله علیه و سلم گرفت و یک جسورانه گرفت از دستش. گفت ها بله، به خدا قسم، به الله قسم، من وعده میدهم و از آنچه که تو بر آن حق بودی دفاع میکنم. و همه گفتن ما حمایت میکنیم، ما تو رو حمایت میکنیم، از آن چیزی که در آن چیزی که خود رو حمایت میکنیم تو رو انا همون گونه حمایت میکنیم. گفتن پس یا رسول الله از ما بیعت بگیر، ای رسول الله از ما بیعت بگیر، ای رسول الله از ما بیعت بگیر، به الله قسم که ما فرزندان جنگ هستیم، ما شخصان جنگی هستیم و این حفاظتی که ما این جنگ هایی که آموختیم از سرداران خود، از کلان خود، از نسل خود، همه این رو آموختیم. و سپس
ابوالیثم که در متن نام او ابوالیثم ابن التیهانی آمده است نامش، سخن را برد و گفت: ای رسول الله، میان ما و دیگر مردان، یعنی احتمالاً قوم‌های دیگر یا دشمنان، هیچ گونه ارتباط، یعنی که خصلت و پیوند نیست. ما با آنها هیچ پیوند نداریم، با دشمنان، با دیگران. منظورش اهل یهودی که در مدینه منوره قرار دارد در آنجا. گفت و ما یعنی آنها را، یعنی یهود را قطعاً باقی میمونیم که آنها در آنجا قرار دارند، در آنجا زندگی می‌نمایند در مدینه منوره. یعنی که ما رابطه را با آنها اگر بخوایم قطع کنیم قطع میکنیم، رابطه را اگر بریده بخوایم بریده کنیم بریده میکنیم. یا که اگر رابطه را ما با آنها قطع نماییم، آتش ضدیت، دشمنی بین ما بین آنها قرار میگیرد. آیا ممکن است که ما بدتر این کار انجام بدهیم؟ حاضر نه، بدتر، یعنی هر چیز به وقت و ساعتش. یعنی که انصاری ها احساسات خود را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسئولیت بزرگ انصار احساس خود را بر پیامبر نشان دادند. یعنی آنها آماده بودند و آماده شدند برای محافظت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از عائله اش، از فرزندانش، و این برا با طور قطعی بر این بیعتی که باید بشود پاسخ داد. ثم تبسم رسول الله قال، این هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنان آنها را شنید تبسم کرد و سپس گفت: خون با خون است، خون با خون است. یعنی که حمایت، خون با خون حمایت کرده می شود. ویرانکنی با ویرانکنی است. من با شما هستم و من با شما هستم، از شما هستم و شما با من هستید، از من هستید. صلی الله علیه و سلم بر آنها گفت، گفتند من با آن کسی می جنگم که شما با او می جنگید، من آشتی میکنم با آن کسی که شما با آن آشتی میکنید. چون در اینجا ابوالیثم گفتیم نامش ابوالیثم بود، ابوالیثم ابن التیهان در مورد یهودیان مدینه سخن گفت من می جنگم با آن کسی که شما می جنگید، من آشتی میکنم با آن کسی که شما آشتی میکنید. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: از میان خود 12 نفر نائب، یک راهنما، 12 نفر راهنما، یک نماینده برآیید، 12 نفر برآید و آنها مسئولان قوم‌های خود باشند. این 12 نفر و از این کارهای مردمان خود نظارت کنند، بینگرند، مردم را زیر نظارت قرار بدهند، در چه احوال است، در چه فیراندشه هستند. و پس از این مشورت در این شب آنها 12 نائب را انتخاب کردند از این گروه و 9 نفر آنها از این قوم خزرج بود و 3 نفرشان اوس بود، از قوم اوس. و در اینجا عبارتی که پیامبر الله گفتند الدم و دم و الحدم و حدم، معنای اتحاد و برادری قوی بودن را دارد. خون با خون، یعنی سرنوشت ما و شما همه یک است، ویرانی شما ویرانی ماست، اصلاحی شما اصلاحی ماست. و معنای قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که احاربوا من حاربتم، که بر آنها گفت من جنگ میکنم با آن کسی شما جنگ میکنید، صلح میکنم با آن کسی که شما صلح میکنید. صلی الله علیه و سلم گفتند پس این دومین بیعت بود، بیعت عقبه بود که به سبب این بیعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت هجرت به مدینه یافتند. همین بیعت راه هجرت را بر مدینه منوره گشوده کرد. پس در اینجا 12 نائب مثل امرای قوم‌ها جدا کرده شد برای مسئولیت پهن کردن اسلام و نگاهداری عهد بین مردمشان تا که بگردند. قال ابن اسحاق، ابن اسحاق میگه حدثني عبدالله ابن ابی بکر ان رسول الله صلی الله علیه و قال للنقباء. ابن اسحاق میگه که عبدالله ابن ابی بکر به من خبر داد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این ناقبان، یعنی نمایندگان، گفت به اینها: شما نسبت قومتان مثل نسبت به خودتانید، شما مثل نسبت قومتان مثل نسبت به خودتانید، چنان که حمایه حواریان از جانب عیسی ابن مریم دارند. 12 نفر حواریان بودند که از صحابگان عیسی علیه السلام حواریان گفتند، 12 نفر بودند. شما انا همین گونه انسان هستید، حمایتگر از عیسی علیه السلام میکردند، شما نیز آنها را حمایت میکنید و من کفیل حمایتگر قوم خود هستم. آنها گفتند بله. وقتی که میگویند که ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم، شیطان از زیر عقبه با آوازی بلندی که من آن را بلندتر میگه بالاتر شنیدم فریاد زد. در اینجا شیطان فریاد زد، گفت ای اهل جایگاه ها، ای اهل منزل ها، آیا شما با مزمم و ثباته و همراهان او مناقشه دارید، کشمکشی دارید؟ اینها جمع شدند و علیه شما جنگ کرده میکنند. و رسول الله فرمود از این گروه عقبه است، از این زمره عقبه است، این فرزندی عزیب است. گفت تو گوش میکنی ای دشمن خدا؟ رسول الله بر او گفت، بر شیطان گفت تو ای دشمن خدا، تو هم گوش داری، تو گوش میکنی؟ به الله سوگند که من تو را محو میکنم، نابودت میسازم. یعنی سپس عباس ابن عبیده و ابن ندله به او گفت به الله سوگند که تو را به حق فرستانده است، قسم خورد که به الله سوگند که تو را به حق فرستانده است، اگر خواهی ما فردا با همین پیرانهای خود به سوی اهل میدان میبریم، یعنی با این مردم حمله خواهیم کرد. اگر تو بخوای ما آماده هستیم. یعنی
صحابگان کرام آمادگی جنگ پیشنهاد کرد. این عباس ابن عبیده. پیامبر الله گفت ما با این امر هجرت به جنگ مقرر نشده ایم، یعنی که ما تا حال بر امر بر جنگ مقرر نشده ایم، وظیفه نشده ایم، بلکه بازگردید به خیمه های خود بازگردید. میگه که پس از آن ما با جایگاه های خوبمون برگشتیم، با خیمه های خود برگشتیم و در آنجا خوابیدیم تا سحر، تا اینکه سحر شد. و در اینجا یک نقطه احساساتی وضعیت رو بر ما نشان میدهد. وقتی شیطان یک نشانه دشمنی رو هنگام بیعت شدن ناآرامی رو صدا پیدا کرد، خواست ناآرام بسازد او پیامبر رو با همراهی آن کسانی که هستند و این هنگامی که پیامبر الله صدا زد و این آرامی رو نگاه داشت، چون وظیفه اساسی این جنگ نبود، خواست آتش جنگ رو در آنجا بیافکند و پیامبر این رو آرام کرد، گفت حالا وقت جنگ نیست. و اینجا که عباس از پیشنهاد جنگ نشان میدهد که انصار جسارت داشتند، شجاعت داشتند، آمادگی جسمانی داشتند و پاسخ پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلام میکند که این مرحله وقتی سیاسی و وقتی سازش بود، نه وقتی حمله. حاضر وقتی حمله نیست. و میگوید که وقتی که ما سحر شد، اشخاص بزرگی سروران قریش به سوی ما آمدند، بزرگان سرور قریش به سوی این انصاری ها آمدند و به نزد منزل های ما رسیدند. آنها گفتند ای گروه خزرج، به ما رسیده است که شما نزد یار ما یعنی محمد صلی الله علیه و آمدید، میخواهید او را از میان ما بیرون برید. شیطان الکی خبرش رسانید، بیرون برید، او را از ما ببرید و با او بیعت بکنید تا با ضد ما شما بجنگید. شما این رو کردید، این رو میکنید، این مقصد ها رو دارید. و گفتند که به الله قسم که در بین همه قوم های عرب هیچ قومی نیست که ما بیشتر از آنها نفرت داشته باشیم مگر جنگ میان ما و آنها آغاز گردد، جز شما، بجز شما. ما با عرب جنگ نمیکنیم. و گفت پس گروه از مشرکان قوم ما از انصار، ما در اول قصه گفته بودیم که چیز در آنجا از انصاری ها از مدینه منوره مشرکان هم چه اومدن، از برای حج اومدن، در جای انصاری با اونا پیوستن اومدن. یعنی گروه از مشرکان قوم ما از انصار از جایشون برخاستن و به الله سوگند یاد کردن، سوگند خوردن که این گونه چیزی نشونده است. اونا چیز نشوندن، فعلا اونا نشوندن چیزی رو و به ما این خبر هم نرسیده است، به ما این خبر رو هم ندادن و آنها درست گفتن، نه؟ چون گویا اصلا مشرک بودن، هیچ چیزی رو خبردار نبودن اصلا. زیرا حقیقت بیعت مخفی که در آنجا شده بود از آنها بیخبر بودن، اصلا اینها شب بود و این هنگام مردم از مینا، آنجایی که برای انجام حج است، یکی از قسمت ها در آنجا بودن، پراکنده شدند. ولی قریشی‌ها برای تحقیق خبر آنها آرام نگرفتند، جستجو کردند. آنها فهمیدند که واقعا چنین عهد صورت گرفته است، البته این رو پی بردند، فهمیدند و پی بردند و هنگامی که این رو پی بردند از پی همین گروه انصاری‌هایی که بیعت کردند از پی امین‌ها شدند و اینها دو نفر را در راه یافتند، سعد ابن عباده را و المنذر ابن عمرو، برادر ابن سعیده ابن کعب ابن خزرج بود و هر دو اینها و سعد و ابن عمر هر دو اینها در این مناقب در این نمایندگی بیعت کرده بودند، اشتراک کرده بودند. اما منذر باشد ابن عمر توانست از دست آنها بگریزد. وقتی اینها دستگیر شدند، منذر از آنها خلاصی یافت ولی سعد دستگیر شد. وقتی که دستگیر شد، این سعد را دستانش را به گردنش با ریسمان بستند، در همان رحل شتورش بستند، او را در شتورش بستنش و این سعد را کشان به مکه آوردند. آنها را میزدند و از موی درازی که داشت از سرش میکشیدند، زیرا سعد یک مرد مویدار و زیبایی بود. یعنی در اینجا معلوم میشه که پس از بیعت عقبه، پس از این بیعت، قریش زود پی بردند و در این مینا آمده رسیدند و مشرکان آن قوم از انصار از این خبر نداشتند و قسم خوردند که ما چیزی از این بیخبر هستیم، ما آرام هستیم. با وجود این که گفتیم که این قریشیا به تحقیق شروع انداختند و آرام نگرفتند و دو نفر را دست قبیدند، سعد ابن عباده را، یکیش گریخت، دیگرش به دست افتاد که این سعد بعداً از بزرگان انصار شد. در این حادثه‌ای که به دست آنها افتاد لطکوب شد، آزار و اذیت یافت، ولی با شفاعت بعضی از شخصان قریشی ها بعداً آزاد شد. سعد رضی الله عنه در این هنگام گفت به الله سوگند هنوز در دست آنان بودم، در زیر دست آنها بودم و ما را این طرف و آن طرف میکشیدند که یک مرد از میان آنها نزدم آمد و گفت وای بر تو میان تو و هیچ یک از میدان قریش پیمان محافظت یا دوستی نیست سوال دارد. میان تو یا وای مردم قریش یگان پیمان صلح و دوستی یگان چیز نیست؟ سعد میگه که من گفتم بله، به الله قسم بله، من برای جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نفیل ابن عبدالمناف تجارتش را پناه میدادم. این سخن را گفت.
گفت، چون سعد سردار قوم بود. گفت بله، من این قبیله های شما رو، تجارت های شما رو که به نزد خانه ما میگذاشتن، قبیله ما میگذاشتن، شهر ما میگذاشتن، من اینها رو پناه میدادم و نمیگذاشتم که در سرزمین کسی این تجارت های آنها ظلم شود، گرفته شود، دزدی کرده شود. اونها را حمایت میکردم. و همچنین برای حارث ابن حرب ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدالمناف نیز چنین میکردم. یک تاجران کلان قریش رو در شهر خود زیر حمایت قرار دادگی بود از دزدان و راهزنان از قبیله های دیگری. آن مرد گفت نامه های این دو مرد رو بلند بگو و آنچه که میان تو و این دو مرد ذکر نما از حمایت آنها، از تجارت آنها. سعد میگه که من چنین کردم و این دو مرد به نزد من برآمدند، جبیر و حریث، و آنها را میگه در مسجد در نزد کعبه یافت و گفت مرد از خزرجیان حالا در عذاب است، در آن کنار مکه لتکوب می شود و نامه های شما هر دوی شما را گرفته ایستاده است و میگوید که میان شما و آن مرد یک عهدنامه هست، چون آنها را سعد حمایت میکرد که تجارت آنها را. آنها گفتند کیست آن مرد؟ گفت سعد ابن عباده. آنها گفتند به الله قسم راست گفت که ما را فراد زد، او واقعا تاجران ما را پناه میداد و نمیگذاشت که سرزمین او از سرزمین او کسی بر ما ظلم کرده شود. در این هنگام هر دو نزد سعد رفتند که در آنجا دست سعد را دستگیر کرده بودند، نزد او رفتند و دست او را آزاد کردند و سعد آزاد شد و رفت. پس این نشان می‌دهد یک اخلاق نیکویی را، پناه دادن مسافران چگونه سبب نجات سعد ابن عباده شد، تجارت آنها. و او پیش از اسلام با جوانمردی و حمایت ضعیفان مشهور بود سعد، و همین نیکی پیشنه او سبب شد که دو سرور قریش جبیر و حریث او را حمایت کردند و از قومش این را رها کردند، آزادش کردند. چون الله می‌فرماید هل جاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی را جز نیکی دیگر چیزی هست؟ نیست. و در اینجا قسم می شود که در اینجا نآورده استش همین سعد هنگامی که آزاد میشد قسم به الله میخورد که دیگر از این پس یکی از تجارت های شما، یک شتر شما به نزد خانه ما نمیگذارد و آنها را هم من نکند، چونان تجارت آنها را من می‌سازد، چونان من می‌سازد که آنها در قحطی میافتند. حتی نزد پیامبر زارا و تولاکنی میرن قریشا که چیز بگذار این را که برو نصیحت نما که تا که تجارت ما را بگشاید، تجارت ما را بگذارد. مردم از گرسنگی مردند و پیامبر سپس نصیحت مینماید، بعد تجارت ویوک شده میشود و آنها صاحب رزق روزی زندگی میگردند. و سپس در اینجا شروطی همین بیعتی که بیعت اخیر کشیده بود. ابو اسحاق میگوید که شروط بیعت عقبه اخیر، بیعت دوم. ابن اسحاق میگوید که در بیعت جنگ عقبه اخیر وقتی که الله متعال بر رسول خود اجازه جنگ داد، شرط‌هایی بود که در شرط‌های بیعت اول فرق داشت، شرط‌هایی که در بیعت دوم از بیعت اول فرق داشت. بیعت اول یعنی عقبه اول گفتیم، زیرا آن وقت الله سبحانه و تعالی هنوز بر رسول الله صلی الله علیه و اجازه جنگ را نداده بود. ولی وقتی که الله اجازه داد که رسول الله صلی الله علیه و در عقبه دوم آنها رو بیعت گرفت، از اونها بیعت گرفت بر جنگ، یعنی که از من دفاع میکنید، منم از شما دفاع میکنم، با همه نوباسه از رنگ و شکلش، همه قوم و ملت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خود حقوق حمایت طلب کرد و برای پروردگارش از آنها شرط‌های گذاشت و بر آنها وعده‌های داد که اگر به آنها به این وعده‌ها اگر که وفا کنند جنت برای آنها خواهد بود. ابن اسحاق میگوید که عباده ابن صامت رضی الله عنه که یکی از 12 نفر نقیبان بود، آن پیمان‌ها بود که بعد از آنها افتاده بودند، میگوید که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت جنگ بستیم، یعنی حمایت میکنیم از رسول صلی الله علیه و سلم تا جنگ هم. و عباده از همان 12 نفر بود که در بیعت اول به مثل بیعت زنان بیعت کرده بود. میگه ما بیعت کردیم بر شنیدن و اطاعت کردن بر امر رسول صلی الله علیه و سلم، در تنگ دستی، در فراخ دستی، در خوشحالی، در سختی، در خوشنودی، در تنگی و حتی اگر دیگران بر ما برتری یابند، اگر بی‌عدالتی شود هم ما با رسول الله صلی الله علیه و هستیم. و اینکه با امیران خود گوش میدهیم، با راهبران خود میشنویم و از آنها اطاعت میکنیم، با آنها جنگ و جدال نمیکنیم و هر جا که باشیم حق را بگوییم و در راه الله سبحانه و تعالی از ملامت کنندگان هم نترسیم. گفتند این رو بیعت عقبه دوم آغازی دولت اسلامی در مدینه شد. پس این شرطا نشان میدهد که اسلام نه تنها دین است بلکه یک نظام حیات، وفاداری بر حق بودن و مسلمان باید با راهبر خود، با امیر و راهبر و سردار خود که مسلمان باشد اطاعت کند، حتی در سختی هم با او باشد. بیان حق گویی و راستگویی که مهمترین خصوصیت های مسلمان است، این حق را حق گفتن
و راستگو بودن از جمله دروغگویان نبودن. اگر با این بیعت انسان قرار گذاشت، مکافات وفای او چه بوده است؟ جنت. اگر در این استقامت با این عهد استقامت پیمان بست. و در اینجا سپس نزول امر رسول فی القتال، که نازل شدن فرامدن امر الهی بر رسول الله در جنگ و بیان هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله، بیان سازش هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله شروع می‌شود که این رو اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگر با همراهی شما خواهیم گرفت. در اینجا از این سیرت نیکوی پیامبر درس و بیتون می‌رسونیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.